و خدایی که در این نزدیکی است، با درود و مهر. حی ابن یقظان یا زنده بیدار عنوان یکی دیگه از قصه های رمزی ابن سینا هست. در این داستان رمزی عرفانی قهرمان داستان که خود ابن سینا هست اینگونه قصه رو آغاز میکنه که من با جمعی از یارانم به نزهتگاهی رفتیم، یعنی به یک جای باصفایی، یک باغی، یک جنگلی و کوهستانی رفتیم و در اون جای باصفا دیدم که یک پیری داره از دور میاد، یک پیر با هیبت، پیری برنا، در این حال نیروی جوانی هم داره. میگه رفتم و به او سلام گفتم و او هم با خوشرویی پاسخ من رو داد و به او گفتم که تو کی هستی؟ گفت من حی ابن یقظانم، یعنی من زنده پسر بیدار هستم. و گفتگویی بین قهرمان داستان و این پیر نورانی در میگیره. پرسش و پاسخ‌های خیلی جالبی هست و در این گفتگو این پیر نورانی اسراری از خلقت انسان و جهان، عوالم مختلف و ابعاد درونی وجود انسان رو برای سالک یا قهرمان داستان تعریف میکنه و به اون میگه که تو این یارانی که با تو هستند اینا دوستان خوبی برای تو نیستن. بعد یکی یکی اوصاف اونها رو برای قهرمان داستان مشخص میکنه. مثلا میگه یکی خیلی حریصه، یکی خیلی دروغگوه، یکی خیلی غذا میخوره، پرخوره و خلاصه اون ماهیت یارانش رو برای او توضیح میده که در واقع اینها نمادهایی از ابعاد وجودی ما هستند. و بعد راه عبور از این عالم رو و طی طریق در عوالم بالاتر رو تا رسیدن به جایگاه پدر یا خالق بیان میکنه و میگه که تو اگر میخوایی که این مسیر رو طی بکنی این یاران تو کنار بذار و به این طریقی که میگم حرکت بکن تا برسی و وقتی به اونجا برسی بود که یکی از شما آدمیان به این جایگاه رسن، آنقدر از لطف و نور و رحمت او بینند که قابل بیان نیست. و بعد میگه که اگر نبود این که من با همین صحبتی که دارم با تو میکنم این وظیفه منه و دارم در واقع نزدیک میشم به مبدأ خودم، برای تو این وقت رو هم نمیذاشتم. و بعد او رو دعوت میکنه که اگر میخوایی پس حرکت کن. و این گونه ابن سینا یک علم النفس اشراقی رو برای ما بیان کرده. درود بر شما.